در دهه چورباغ جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایسف ناحیه بوسه در احاطه درختان سویافکن این بینای مرکز سلامتی دهاتی است. بین این کارمندان اولمبی یکی از اولین زنهایی میباشد که به این مرکز سلامتی دهاتی به کار آمده است. آن سالها دهه به زنان و دختران خیلت سفید پوشیده نیاز داشت. سالی 1981 همینجا کلین شده اومدم. وقتی که همینجا کلین شدم اومدم همینجا که مرکزی همینجا خیلی میتونگ بده کار میکرده. یک تا همشیره بده یک تا فیلشر. همینجا راون کردن اومدم کار کردم ایستادم. همین وقتی که همین زنی که دقیقی ما کار میکرد ای شهر قرغنتپه بود. یگون زنی محلی دکتر نبود. یگون کس نبود. ما بدم دخترای شهر کلاب و کس ای قرغن اومدگی بود. هر دومون کار میکردیم. همینجا کار کردیم فعالیت کردیم. خیلی شب بود روز بود کجا ما را بیزخ میدادن فایرون میکردن ما یگون میدان مونگی نمیکردیم. شب هر روز اجازه میدادن که برین. امروز همون مردم از اون اومده در خانه ما میاد. ما رفتیم خدمتشون کردیم تا امروز خدمت کردیم اومدیم. اولمبی زنی چاقان و کردان است. از صحبت با او پی بردن ممکن است که دختری شهری است. از شهر کلاب به این دهه کلین شده آمده است. برای نفری که در محیط شهر به وی رسیده است زندگی با همکار در دهه سالهای اول دشواری داشتند. به یاد میآورد اولمبی. مشکلات بیماری بسیار بودن، زنهای حامله بسیار بود. او وقتی ما آمدم که در اینجا شرایط نبود که به بیمارخانه ببرنشون. میرفتی که زنک تیار بازویمون مجبور میشدی که میذارینش در خانه. شای میشد که 2 تا 3 تا رادی میگرفتم. نرمال رادی میرفتم دمش نمیگرفتم. می اومدم خانه. تا روز قطعی زنک میستادم نگاه میکردم. خشم با سحر بر وقت میرفتم خبرش میگفتم که حالتش خوبه. میومم با جای کارم. میگفتم میومم فیلشر میگفتم که امشب هم خیلی تولد شده ما رفتم زویندم اومدم. یگون ما خیلی قیم بود آخی سالهای پیش قیم بود که نبودنی ما سوید نبود معاش کم بود نه همه شرایط قیم بود وقتی من کار آمدم فنر قطعی ما فنر در دستم بود فانوس میگن فنر قطعی میگرفتم خونه به خونه میرفتم قطعی مدیر فایرون میکن میرفت میگو بخیز که یا رود یا بریم میرفتیم فیلشر میستاد پشتی درد ما میزویندمش تنج میکردیم بو میومدیم قیم بود. مرکز سلامتی دهاتی از 3 حجره عبارت است. در دوران صاحب استقلالی با توجه و غمخوری دولت نوسازی شده سطح خدمت رسانی طبی سال تا سال بهتر میگردد. نظر به سالهای پیش معرفت اهالی برای نگهداشت سلامتی بهتر گشته است میگوید اولمبی. همین تست این سالشون میرسید شوهر نمیدادنشون که برین شوهر کنیم برین. انا هوزی نیوزی دخترکو خشون یک کس دیگه همین بسیار شده آخی بنده. دیگه هوزی همه دخترها بعد مکتبی میونه همه مکتب بی اولی تمام کیسای طبیب شدیستای هوزی نخوشبختانه اینجا چند تا دختره که ما دوشنبه باید تمام کنه امی وراج اکوشر گینکولوگ آیا گویلا 2 تا 3 کسای. اولمبی شکرانه از آن دارد که امروز شماره کارمندان این مرکز سلامتی دهاتی به 18 نفر رسیده است. در این سهم اولمبی هم هست. این دختران همین سال به این مرکز آمدند. لولا نبی و بعد خدمت کالج طبی شهر کلاب به این مرکز به کار آمد. من یعنی سوگند طبی یاد میکنم من و فرق ندارد که من در قشلاق کار کنم یا که در شهر آدمی که خدمت به خلق کردنی باشد اونده فرقیتی ندارد در کجا خدمت کنم. مهیا باشد از همین دهه می باشد در کالج طبی تحصیل دارد به این مرکز برای تجربه آموزی آمده است. من از زمین خوردی میخواستم که سپارم و دکتر شوم در مثل ابوعلی ابن سینا در وطن خودم خدمت کنم. در مرکز سلامتی دهه چورباغ شادیگل پولاد و هم از مرکز ناحیه به این دهه آمده است. در چورابینی‌های عمومی برای پیشگیری بیماری‌های سرایتی همراه اولمبی بین اهالی کارهای عامه فهمانی میبرند. این لحظه ها از فعالیت آنها در سمت پیشگیری بیماری فلج کودکان را گذرانیده ایستادند. همچنین قیم بود برای اتکاز بسیار بود نمی اومدن گبونا نمی گرفتن میرفتیم 10 بار به در خونه کسی که هم خیلی کودک کل داره مثل مادر کودک برای به قد گرفتن حمله داشته بیا بسیار نمی اومدن که نمی تر نمی کنیم گفتن حاضر همه کارمون 100% است برای که همه میفهمه ترقیات زیاد شده است کارگر هم زیاد شده است ما خوشبختانه فخر میکنیم که همجا ما دخترای نوزن داریم که همه همی در دهون میگردن فهموندگی میکنن فهمیش زیادتر شده در اینجا. پیشتر زن دختر قبول میکردند بسیار وقت میگفتن که اینو بود
اومد نبود نمیریم در کار نیست حاضر به درجه حرمت میکنن به درجه بلوگزار میکنن که میخوان که هر روز دختر در خونه و بدره با همین کدومی که در همین ده مثل چسکه دوره و خونه به خونه فر میگرده باید که 5 روز پس 3 روز پس همون خونه بدره راه نگاه میکنن که همین دختر چسکه ما چی به نیامده ما را امروز خبر نگیره فهموندگی نکرد حاضر خیلی بهترین کار شده. در ناحیه وسه سال 2021 در 69 دهات 41 مرکزهای سلامتی دهاتی و بسیار بنگاه‌های طبی فعالیت نموده ایستادند که قسم زیادی کارمندان آنها را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. در مرکز سلامتی دهه نوبهار از شماره 14 نفر کارمندان مرکز 13 نفرشان را زنان تشکیل می‌دهند. نورنیسا رحیم و راهبر مرکز سلامتی است. اینجا وقتی ما اومدند ما قطعی اکایس گیو سعید کار میکردم توقع 2 نفر بودیم بعد 4 نفر شدیم بعد اوستا با 20 چند کس رفتیم حوزه 14 نفریم قطعی فروش ما خیلی نه خوندگی نبود همینجا یک ما بودم بعد روزیگل بوده اومده بود جنوالی و ای تو برا اومد کوچید اومده بعد خیلی بعد اوستا خیلی کلینی دختر گرفتن دختراشون خوندن اول نمی‌موندن اول چی نبود زن خوندنی چی نبود که خیلی بهتره ترقی بود حوزه حقوق زن اومد برابر ای زن بلندتره نمید. نورنیسا از ناحیه فرخور به این دهه کلین شده آمد. در ساحه تندرستی تا امروز در مرکز سلامتی دهه کار و فعالیت می‌نماید. ای کاری همشیرگی همه وقت باید تیار باشی خیلی باشه خیلی معلمه اینا کار میکنن میره دم استراحت میکنن در خونه راسته کی یوری بسر تمیان کی فلان آدم بیمشت بو میخیزی میره ما همین تو همین خصالت گوله که اگر مایده هم بسر نمیره ولی من یک گفتگی نیستم ما روز میشه که هفته ها خونم رفتگی نیستم خیلی زن دختر میبرم زن حامله را با خیلی یگون تاییدگرش هم میبرم خیلی فعالیت کاری هم خیلی اکه نورنیسا شادیگل و اولنبی این زنانی میباشند که از شهر به دهه آمده و شرایط و محیط دهات خود را مطابق گردانیده در رشد ساحه تندرستی در دهات سهم ارزنده گذاشتند. این زندگی وقتی که یک خانه داره چیزی به همه چیز توپ میاری قشلاق شهر دیگه فرقیت نداره کاری قشلاق نکردم این کاری خونه را کردم کار درفتم اگر رود کاری تر نکردم خیلی گاو و مول خیلی خمیر و فطیر بود کار میره من از دختر شهرم باشم چقدر دهقانی را نقض میبینم بعد ساعتی کاری میفرم که فقط دستر زمین باشم در بین محصولاتایی که خودم به دست خودم پرورده کردم همو را بود پرورش کنم نگاه بین کنم باز زندگی ما خوب کنم بعد ساعت 3 ماه کار میبرم میرم سر زمین. با وجود کار در ساحه تندرستی رسانیدن خدمت طبی به اهالی دهات اولنبی وقت یافته به شغل دهقانی مشغول می شود. در زمین نزد حولگی منزل استقامتی اولنبی جای خالیگی نیست. استفاده زمین و کارمند ساحه طب در پیشبرد زندگی کمک می رساند. در قشلاق باید حتما دهقانی تا بکنی زندگی تا پیش بری با یک اویلو که کار میکردگی یگون چیز پیش نمیروه کرچکه داریم از در خونه پیاز هست پمیدور هست همه محصولات ما هست میکنیم میخریم اویلی که ما کار میکنیم میگیریم با یگون کمبودی خونه مون میکنیم یگون کمبودی زندگی مون میکنیم گاو داریم مال داریم بز داریم گوسفند داریم همه برای روزگاری خونه همه را برای زندگی میکنیم. اولنبی زیاده از 40 سال باز به مردم دهه خدمت طبی رسانیده به این طرز زندگی عادت نموده است. 30 سالش به نفقه رسیده است لیکن بسیار میخواهد که در مرکز سلامتی فعالیت کاریش را ادامه دهد.